این پیرزن‌های قرغیز وعده می‌شنوند از نامزد به مقام رئیس جمهوری قرغیزستان که میگوید برایشان زندگی شایسته مهیا میکند. سیاست خارجی اش را هم به آنها شرح داد. ما همکاری و دوستی را با کشورهای برادر و همسایه قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان و جمهوری مردمی چین مستحکم میکنیم. در سیاست خارجی ما اتحاد اقتصادی اوراسیا افضلیت خواهد داشت. در جای دیگر نامزدی مخالفان اموربک بابانوف از حزب رسپوبلیکا اوتاجورت سعی دارد که دل رای دهندگان را به دست آورد. بابانوف هم به مردم کار و زندگی بهتر وعده داده است. شکایت دارد که او را رقیبش از حزب حاکم بدنام میکند. همه طرفه منابع دولتی را به کار میبرند، مرا بدنام میکنند. به اساس میگویند که گویا من و طرفدارانم برای تبادلات دولتی آمادگی میگیریم. این دروغ محض است، چون که من هیچگاه حکومت را غصب نکردم و نمیکنم. اموربک بابانوف که صاحبکاری ثروتمند است مثل سوارانبای جینبکوف، نامزدی حزب سوسیال دموکرات طرفدار زیاد دارد. وعده های انتخاباتیشان مانند است و هر دو هم طرفدار همکاری با روسیه هستند، چون صدها هزار مهاجر قرغیز آنجا کار و اقامت میکنند و پول میفرستند. کارشناسان قرغیز میگویند حکومت سعی دارد با هر راه نامزدی حزب حاکم را پیروز کند. حزب حاکم کوشش میکند تا انتخابات با یک دور به نفع نامزد آن خاتمه یابد. بیانیه‌های رئیس جمهور که قزاقستان همسایه و ثروتمندان را دشمن نامید برای آن بود که آبروی جینبکوف را بالا برد و در دور اول پیروز شود. اگر انتخابات به دور دوم بکشد، جینبکوف رأی مردم را به طور فلاکتبار از دست می‌دهد. СДПК не доведет, это подобно для СДПК смерти. کارزار ترغیباتی دو نامزد اساسی به مقام رئیس جمهور روز 14 اکتبر به پایان می رسد. در انتخابات ریاست جمهوری قرغیزستان که روز 15 اکتبر برگزار می شود، در عموم 13 نامزد شرکت می کنند.